در جنگ بین المللی دوم در اثر خوشباوری و اینکه احترام ملل محفوظ میماند، در قفس طلایی به اصطلاح بی‌طرفی خودمون آرامیده بودیم تا اینکه به ما کسانی که صاحب زور بودند معنی بی‌طرفی را نشان دادند. باز تکرار میکنم، اگر در آن روز ما اونطور خوشباور نبودیم و آمادگی آن را داشتیم که قبل از اینکه مملکت ما تحت اشغال قرار بگیرد و از حدود استعداد دفاع ما خارج باشد که از آن دفاع بکنیم، مملکت را به کسی سالم تحویل نمی دهیم، اتفاقات شهریور 1320 احتمالاً پیش نمی آمد و نیروی دریایی جوان ایران نابود نمی شد. ولی هر ملتی از تاریخ باید پند بگیرد. پند ما چه بود؟ اینکه هر ملتی که می‌خواهد با سربلندی زندگی کند باید آماده جانفشانی و دادن قربانی و تلفات باشد.